ازدواجی شدید یعنی خب با یه بار با مامان خودم 7-8 بار ازدواج کردم. خودم من پدر مادرم 3 بار جدا شدن، بابام 3 بار دوباره مامانم گرفت. چی داری میگی؟ من 3 بار شام عروسی مامان بابامو خوردم. گیر آوردی منو؟ نه واقعا جدی میگم، یه بار 6-7 سالگی پدر مادر اصلا جدا شدن دوباره ازدواج کردن. آره بعد خدا بهمون یه داداش کوچولو داد، دوباره جدا شدن. یعنی داداش تو از ازدواج دوم پدر مادرت با هم دیگه است. آفرین، داداش من حاصل ازدواج دوم پدر مادرم با هم دیگه. خب بعد دوباره جدا شدن بعدش؟ آره واسه سربازی. خب نباید اینو بگی. آها خب نه تفاهم نداشتن. بعد دوباره جدا شدن. بعد دیگه دوباره بابا می‌خواست بگیره، قانون گفت نه 3 بار. خب الان یعنی با هم ازدواج دیگه با هم ازدواج نکردن. بعد از 3 بار متوجه شدن به درد هم نمیخورن. خب الان یعنی جدا هستن یا با همن؟ جدا هستن ولی با هم در ارتباطن. آها. خب بعد بابات فقط با مامان ازدواج کرده؟ آره. یا با مامان بقیه؟